برای بازگشت به رابطه‌ای که قبلا ازش شکست خوردید اصلا عجله نکنید. برای برقراری ارتباط یا وقتی که شما درخواست دارید از طرف مقابلتون که رابطه‌ای رو که تموم شده دوباره شروع کنید، باید خیلی محتاط باشید، چرا که شکست دوباره یعنی خودتنبیهی عمیق. پس بنابراین در درجه اول لازمه که آگاهی داشته باشید. هر ارتباطی خب تموم شده، ممکنه گاهی یک طرف ماجرا بخواد دوباره رابطه از سر گرفته بشه. به چی آگاهی داشته باشید؟ به این که آیا فرد مقابل به اون رشدی که لازمه رسیده یا خیر. به این که آیا فرد مقابل نقش و اشتباه خودش رو که منجر به شکست قبلی شده بود درک کرده، فهم کرده، به آگاهی رسیده یا خیر. به این مسئله باید توجه کنیم که علت اصرار فرد به بازگشت رابطه مسائلی چون احساس تنهایی خودش، کمبودهاش یا احساس گناهش نباشه. و حتما نکته بعدی اینه که در مورد خودمون هم این قضاوت رو داشته باشیم. اینکه به شناخت کافی، رشد کافی از نقش و اشتباهاتمون در شکست قبلی رسیدیم یا خیر. بنابراین برای بازگشت به رابطه‌ای که قبلا ازش شکست خوردیم حتما باید احتیاط کنیم و آگاهی‌های جدیدی رو کسب کنیم.